سلام سلام و درود. طرف دوستان عزیز دیگه نزدیک عزیزی بانک میشیم که مشهورترین جای ریسی اول است. کورس کمبرج همچنان در این بخش شهر کابل موقعیت داره. بریم پیش. این طرف هم دوستان عزیز سالن عروسی شب طلایی است که از سالن های عروسی قدیمی شهر کابل است. و قدر مزهش نمانده حاله. اون طرف چون هفته از دوستان عزیز نخواستم دو طرف برم، از این طرف کم کم ادامه میتیم. طرف هم دیگه دوستان عزیز بلاک های افسوتر گلخانه بود گذشتیم. بلاک های گلخانه بود گذشتیم، در اولش افسوتر بود که اونجا ویدیو را شروع کردیم. دیگه پیش بریم ببینیم که چی میشه. این طرف هم فرش فروشی از دوستان عزیز و عزیزی بانک که براتون گفتم در این بخش موقعیت داره. ببینید دوستان عزیز طرف عزیزی بانک است و فرش فروشی ها. امروز دوستان عزیزمی هوای و قدر گپ زیاد زدن نیست دیگه، قدر زیاد گپ نمیدونم تو پیش میریم دیگه. فقط فضای آرام و زیبای حسی اوله ببینین. سرسبز و زیبا دوستان عزیز بخش شهر کابل واقعا زیبا و مقبول است. طرف هم دوغ بولانی میفروشن و دوستان عزیز نهایتا میرسیم به قصه اول دیگه. اینجا نمایندگی شرکت اتوماس دوستان عزیز امتحان دیگه چند وقت پیش کاملا از بین رفت شبکیش و کسانی که سیم کارت امتحان نداشتن تغییر یافت به اتوما دیگه. اتوماس فعلا دوستان عزیز. یه هم دیگه دوستان عزیز سی اول از شوک سی اول و طرفش پارک سی اول خیرخانه است. باز روز در نزدیکا دوباره میریم چون کار سرسبزی زیاد شده. دفعه آخر لبهار رفته بودیم از او وقت هم کرده سرسبزتر شده. این طرف هم کورس هستن دیگه دوستان عزیز، کورس های زبان
و یا ریاضی کسایی که میخوان کنکور بخونن همیشه از کورس ها میتونن بیاین. کورس حاضره هم دوستان سابق همیشه بود، حال فکر کنم در سرای شمالی است دیگه. اونو هم چوکه حصه اول خیرخانه، او طرف اون دوستان از میره طرف حصه 2 و حصه 3 قلعه نجارا میره دیگه. قلعه نجارا یا فکر کنم مربوط حصه 2 میشه، پایین ترش هتل پروان مربوط حصه 3 میشه، همون تو لیسه مریم حصه 2 دیگه و بعدا باز 5 فامیلی که بازم حصه 3. خوب دوستان عزیزم تو به پیش میریم دیگه، همین طرف کم کم این طرف هم شفاخانه فیضی از دوستان عزیز سوش بارتان نشان بتم و شفاخانه افغان، شفاخانه افغان و فیضی هر دو جمی بخش موقعیت داره و از بزرگترین شفاخانه های خیرخانه کابل هستند دوستان عزیز. مجهز هستند، دکتران متخصص دارن و خلاصه همه چیز دارن دیگه دوستان عزیز. اینجا دوستان عزیز شفاخانه افغان است. همون قسم که گفتم باز افغان از فیضی کرده زیاد دوستان عزیز مراجعین داره، چون که افغان میگن مجهزتر و با کیفیت تر است از شفاخانه های دیگه در خیرخانه کابل کرده. از دیگه جای گفتن نمیتونم، چون که در کابل شفاخانه بسیار بزرگتر است، بسیار مجهزتر نسبت به اینا. شفاخانه امیری، شفاخانه آریانا و شفاخانه است که به مراتب بهتر و مجهزتر و با کیفیت‌تر هستن از دو شفاخانه کرده. این سرکم دیگه دوستان عزیز میره به طرف لوای بابا جان کابل. یک ویدیو بازم از لوای بابا جان براتون میگیرم روزهای آینده، اگر شد انشالله فردا بیننده از اون باشین. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی. همینطور والله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همایتان. Right.